شانم سی خلقی ما بسیار عذاب جنگی برادر کشتید بسیار یک زمان برنگشته به وطن بسیارش تا حال پسی پنجرمون پشیمون به دستی خونالود لیکن بس جنگ عذاب داری وطن نفسی آزاد کشم وطن زمینی تا زمان خور خاص خاک چنگ بد زمینی تا زمان رنگی یک میدان جنگ بد عمری تیفی گهبورد برابری امری پیر بد در گوشی تیفل صدای یلان صدای تیر بد مردمت بخونشید به در تیر زشید جان بالا بامد بچوره مردمت گریزشید روی دستی خود مردای برادری خود کشاندن برای خود نباد بدی یا حالیات شاندن وقتی که قوای سیمی بدخواه ماده کشید وطن رنگی پلیگان شید چیکارا ندروشی ریختنی خونی هم وطن کودکای بپدر اشکی به استیما در زنای گم کرده شوهر میلیاردها و شربی اقتصادی پراکنده میلیاردهای دست دادم شاعر و علیم و آدمای به علم تاجیگای وطن مگیرخ پرتافته فرزند زنشه با آبی چشم استیده میدید احوالی وطنشه نبود و جبی زمین که آلوده خون نباشه نبود یگان آدمه که ترس در درون نباشه با موندن در ای وطن اومدی زندمانی نبود زنده کلمه میگرداند مرده ها ارمانی بود مانندی سهراب رستم جنگی فرزند پدرکش مورا با فیرت دادنه دی جنگ کدن خوش با محلچگی مورا تقسیم کدن قاتل کدن بندید کدن کلابی و خرغنی و پامیری و غرمی کدن وطن مانندی درختی خزان بود برای شکفتنش اومده باوریم نبود درخت کیرشه یو زمینی شورده دوید کرمی درونی خودش خوردش میغلطید قریب نکی 16 نویبر سالی 92 برشه تشنه ای درخت رسید آب رئیسی شورای اولی دل سوخته بری خلقش تهدیدی کشتن شنیده نکی نترسیده مرگش مردم از سرجا میکد ای سر دعوت میکد بیا تاجیک وطن خانه تی گفته حرف مزل چقدر قیمی خطرناک بده او رفت افغانستان بحری جمعی تاجیکایی دوره تاجیکستان زخم مرداش زیر استیلا بده که نگشته رهش آباد کرد ای وطن دستی دعا در حقش امروز موت خدمی آزاد بزنیم شب و روز کسی با اویله کسی با نقص دیده کسی با دوست الویدا صدای تیر سلام صدای خنده تیر فروی نفتونلش یا نهایی آوند لیفت آبادی باغ گلزار مردمی صاحب کار دیگه نمیترسه ای وطن تجارت کار روز هزاری نان بده محازی دسترخانی پر نانی گرمی پخته با دستای مادری خود انشالله ما دیگر جنگ نمیبینیم در وطن ما خلقی ما راهنما دارد ما ملی رحمان تا کی باشم برای میلتم برای خلقم برای دولتم خدمت میکنم